امروز دخترها زنگ میزنن مولای صاحب مورا چی نمیوین خواستگار نمیوین میان و میرون دیگه خش نمیکنن او چش خش میکنن پاچه خش نمیکنن. علتش چیه؟ علت شویه که بیشتر و حیا شده این دخترها طولشون نکرده. چرا تو در تیک تاک و در اینستاگرام و در یوتیوب در دیگه شبکه‌های اینترنتی میبری خط اندام تنشون میتی لباسا تنشون میتی؟ آیا دختری توجیه هم خیلی بی غیرتی پدر و مادری تو گیجوشید؟ البته ما پدر و مادر رو بسیار خفه نمیشم نمیدونن از هموش خفه‌ایم که کنترل نمیکنن. تلفن شاشو بگی چک چی داره دختر درم یک وقت میگن زیر رادیو میره و دیگه چیزا تماشا میکنن. یکمش دختر نمون که تلفن بگیره تلفنای خیلی شبکه‌دار نگیره تلفنای رنگ و رنگ نداشته باشه. دخترها چیش دیگه نمیدونم یا ای اروپا و ای یهود و نصارا چی کسن در تلفنا اندامی خیچ نشون میده. حضرت بی فاطمه الگوی شما بی فاطمه گفت ای علی ای شیر خدا اگر من مردم خودت جنازه که هیچ کن نیاید من مردم خودت بشود تنه مرا هیچ کن ندیده بود هیچ کن مرا قدی مرا ندیده بود مردی بگونه نیست قدی مرا ببینه این تقوا را ببین. چی با امروز خواستگاری نمیآین؟ در تیک تاک در اینستاگرام در یوتیوب بسیار دمور خواستگاری میگه او دختر نمیره میگه او دختر اینستاگرامی ای او دختر تیک تاکی ای تیک تاکی اینستاگرامی چه فهمیدم خودش در تلویزیون نشون میده اولیش نکرده. تو با شرم و با حیا باش. دختری که شرم نداره او زینت نداره. الحیا زینتون حیا میگه زینت و زیبایی زن شرم و حیا. الحیا شعبه من الایمان یک شعبه ایمان حیا بده. الحیا خیر کله حیا میگه تمامش میگه خیره تمامش برکت داره. تو نخو میگه تو شرم و حیا رو دست بتی. برای چی امروز دخترها بچه‌ها نمیان ترا خواستگاری؟ جوان غیرت داره جوان جرأت داره جوان رشک توش بسیاره. بچه‌ای که یوشای بچه‌ای که جوانه اون حیاتو نبرولین غیرتشون بسیاره رشک توشون بسیاره. اون نمیخواد یک زنکی را بگیره که او را در تمام اینستاگرام دیده باشن و در تمام تیک تاک ببینن در تلویزیون شبکه‌های اینترنتی ببینن خدی او را بس او را لبای او را ببینن. جایز نیست که دختری که شو نکرده خوش آرایش کنه دمس که سلام برای درست نیست فقط شو میکنه عروس هم میگن اجازته همون شو به خاطر شوهرش آرایش کنه لباش خشرو کنه سرخ کنه و سفیده کنه چیکار میکنه برای شوهرش خوشبویی میکنه خاص برای شوهرش. اگر کوچه میره نباید خچه آسایش آرایش کنه نباید خچه آرایش کنه خشرو کنه که مردکی بیگانه ببینه. شرم و حیا همون زنه که دور زینت داره که مردکا رو دید که در اونجا ایستادگن به طرف دیگه بگذارن. لباسای تنگ نپوشن. لباسایی که بپوشن امروز میبینی از اروپا و یهودیا شما چی میکنین پیروی میکنین بچهای جوان میبینم میگم من نمیگیرم اون اوتا رو لباس پوشیش ببین اوتا رو در کوچه میبره تق تق پای او رو ببینو لباسای تنگی او رو ببینو آخه پشکی او رو ببین ایجاش به تو ایجاش من نمیگیرم مرا جوران تا نمیگیرن مرا برای همین نمیان بگیرن. نه که هر دختری که حجاب رعایت میکنه هر دختری که از خدا شرم میکنه هر دختری که قرآن خونه و دختری که الحمدلله شرم و حیا داره پدر و مادر دو تربیت شدگن برای او جنگ بسیار شدیدیم هم خلا برای او 100 کسا مون میپرسن مولای صاحب بچه مزن دوستم مولای صاحب یا جان مزن دوستم میگه یک دختری که حجاب رعایت کنه و فرق شروع باشه و فلان و اخلاقش و رفتارش خیلی نباشه اسلام خبر داشته باشه با شرم و با حیا باشه خشروگی شبارای مکنه چیزی مرا بگم من هم خیلی دوست دارم میگم خیلی فلانی دختر لباس پوشیش معقول نیست چی با تنگه که شاعری شعری خوب میگه برای دخترایی که لباسای تنگ میپوشن لباسایی که اوریون میکرخچه نمیفهمن که قدر قیمت عزت چه میره میگه خواهر من این لباس تنگ چیست خواهر من این پوشاکی چسبان و رنگارنگ چیست خواهر من جلوه آرایش مکن از جوانها قلب را آسایش مکن خواهر من جلوه آرایش مکن از جوانها قلب را آسایش مکن خواهر من این لباس تنگ چیست این پوشاک چسبان و رنگارنگ چیست خواهر من یاد کن از آتش روز معاد جلوه گیسو نده بر دست باد خواهر من این لباس تنگ چیست پوشاک چسبان و رنگارنگ چیست. ای خواهری من میگه این لباسی تو داری تنگ چی لباسه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که شما گفت عشق محبت به مال دنیا و مال کفار نکنین. کفار دیدین که علیگر خن و سرمایه دارن مال دارن تمام ویلا و بچه و چیزا دارن ماشین و سیستم و یخت پخته مالی و چیم نندازید سر تو رقم کنین شکرانه کنین و همه دنیا دارن آخره ندارن. این گنج بزرگ مطرح مسلمان دادون
این گنجی که این قیمت با این کلمه که اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مت در نصیب کردم ایرا در یک پیله ترازو مون تمام دنیا و مال همو کفار و مشرک در بالای این ترازو مون این کلمه وزمینه ما ایرا تر دادگیم تو چرا خطا میگویی که من کم بغلم چرا تو ناراحتی چشم تاس مال کفار میگه پایین بگی ولی کلمه خشه کسانی که ایمان آوردن عمل صالح کردن اونا از گروه‌های نیکن اونا از گروه‌های چه خوبن بعد کفار میگه بعد از او ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریه میگه کسانی که کفر کردن از مشرکین از اهل کتاب پیغمبر قبول نکردن ایمان نیاوردن خدا را سجده نکردن دینی خودشون را تایید کردن و دینی خودشون در حالی که میدونستن که پیغمبر حقه مانند همون آیت که میشناختن پیغمبر مثل فرزنداشون نه که از روی تعصب و روی کینه و کبر غرور یهود و نصارا ایمان نیاوردن پیغمبر از زدن بیرون کردن گفتن که تو دروغ میگویی مجنونش بروردن کذابش بروردن چی امروز وارثان پیغمبر که امروز خدمت دین نکردن امروز همون نسل یهود و نصارا هستن که عالمان شما دروغین شما خلین شما صوفیین شما شکنچرانین شما ایترین چرا با همون مشرکا که رسول خدا را 100 فی سبیل الله میشیدن دیوال در راه خدا میشیدن که دعوت میداد کافرا را ورا نمیفورید میگو که وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم دعوت میتا ابو جهل این پول میداد شاگرداش که شما داد بزنین باید بازی کنین که آواز یامو را نشنوی گپ یامو را نشنوی او دروغگوی او فلان جادوگر پیغمبر در نومش بمبرم چی روزا دادنش چه اذیت ها آزارا را دادنش میگه اونو کسانی هستن که گروه بدن اونا در جهنم فی نار در آتش دوزخ در میگه شما ای بندگانی من کسانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم پیروی میکنین شما در جایهای هستین که جنت الفردوس انتظار شما رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت هر وقت شما میخواین جنت رسول خدا میگه وقتی که آمد سیوم فرزندی رسول خدا مرد بدبخت میگه یک مشرک میگه طعنه‌اش کرد گفت ابتر ای محمد چرا تو در از پیغمبری میزنی بگوی من رسول خدایم تو رسول خدا باشی تو اگر راست بگوی تو نسل نداری تو ابتری تو را بچه‌ات میبرم چهار دخترت مونده تو نداری امروز همین تنها است خدای نکرده یک کسی نارینه نداشته باشه یک کودک بچه نداشته باشه میگه ای دوی آتش گرفتگی نیست ای تریه ای اگون چی اولاد نداره این پشتش در چی نسلش نیست تنه همون یهودی را میگه رسول خدا دارای همین اخلاق و رفتار و گفتار بود میگه دارای همین علم بود میگه سرش خم کرد و اشک مبارک از چشمش ریخت این تنه سخت در دلش رفت سیم بچه‌ش مردند میگه رفت خوابش داد شش تو گریه کرد گفت این بدبخت اینقدر صبر شبی که جواب امر را نداد یک دفعه میگه حضرت جبرائیل اومد گفت که إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ای محبوب خدا ما برای تو حوض کوثر عطا کردیم ما برای تو کوثر عطا کردیم که 124,000 پیغمبر اومد این کوثر نداره او کوثر در کجای در جنت الفردوس اون حوض کوثر اینقدر از چه که گردش از تمام ظرف و ظروفش ای طلای آبش گفت ای عسل ده شیرینه ای آب دست ای آبی باران و جوله ده صافه اینقدر شیرینه مشت خاکش گفت از مشت که چی ده گفت خوشبوتره ای محمد الکوثر نهر فی الجنه کوثر یک نهری است در جنت فحطاف من ذهب گردش در ظرفای طلایی است گفت هی محمد این را برای تو عطا کردیم این چیزایی که برای تو و مجراه علی الدرو و المرجان و برچتکایی که میره کفلایی که میره گفت او همش از مرجان و لولو ان گفت ما برای تو عطا کردیم و تربتو گفت خاکش گفت الطیب من المسک خوشبوتر ای مسک ده که یک قطره مسک میگه ایو دنیا بغلطه میگه جهان خوشبویی میگیره میگه ایو ده خوشبوتر میگه او چیزت و ماءه احل من العسل ماش میگه همین آبی که اصلا ای عسل ده شیرینه و اشد بیاضا من الثلج میگه اینقدر سفیده ای جلد سفیده آبیو ای محمد اینا ما برای تو عطا کردم تو چرا ناراحتی این بدبختی که تو را ابتر گفت را ناراحت کرد دل محبوبی مرا شکست این 6 بچه داره ای بچهای خودش فرق کرده که با 6 بچه داره تو نسلی نر نداری ای محمد گفت زمانی میشوه گفت امتای تو 6 بچه دارن احمد و محمد و محمود و مصطفی و مجتبی و یاسین و طه میمونن گفت در هر یک خونه نومی تو 2 تا 3 تا میشوه گفت ترم ندیده گفت عاشقی تو میشون نه که بدبخت کسی نمیشه بگیره قطعی 6 بچهش گفت ای بین میره و ای نومش گفت ایرا گفت کسی بیش نما لعنت میگه
این لعنت چی با گرفت، چی با سزاوار این لعنت چیدی مشرکی بدبخت؟ حبیبی خدا را میگه تا نیاید دلی بنده خدا را به درد، خداوند هیچ قومی را رسوا نکرد. تا نیاید دلی بنده مرد خدا به درد، خدا هیچ قومی را رسوا نکرد. مرد خدا را که دلش شکستی، حبیبی خدا را که ترا میاد میگه که قل لا اله الا الله تفلح، تو بگو که دست معبودی بجز الله کامیاب میشه. تو انسانی را گفت وقتی که سنگسار کردن حضرت ابوبکر ایستاد پیش گرفت سراش از بینی ابوبکر پقش چشمش سراش کفوندن، گفت هی مردم، شما چخل مردم که بنده ای که از جانب خدا اومده، رسولی که شما را میگه اینا جنت، شما را راهنمایی میکنه، شما را میزنین، شما چخل مردم. این گفت از خدا بترسه، گفت اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای محمد گفت این جنت همه برای چی کردم؟ گفت این اعطیناک الکوثر، کوثر برای تو دادم، فصل لربک وانحر. پس میگه قربانی کن، نماز بخون و قربانی کن. از همین دلیل میگیرن که حاجی جان هر کسی که صاحب فرزند، صاحب خانه، صاحب مقام، وظیفه تنجی و امانی و شکرانه این نعمت میکنه، میگه باید درک نماز بخونه و نهر کنه که الحمدلله خیلی نعمت دیدیم، الحمدلله خیلی بچه را دیدیم. در خونه در ناخونی بچه میلیون آدمو زنگ میزنن، مولای 6 ساله 5 ساله گریه هم میآید، میگه کودک دور نجدمیت حرفم دعا کن. یک انسان زنگ میزنه میگه مولای صاحب سه اکاو داریم، همه میگه صاحب نون همه وظیفه و پول همه چی را داریم، او بچه دارم من بچه دار نیستم. ای مولای صاحب دعا که یا نره ماده کره کوره بتم که مرا تعالی کردن که به نسل هیچ نسل نمیبروه. نکی فرزند داد، او حقیقت خدا را شکر دخترشید بگو، یک بچه شید دیتا شکرانه ای را دادی، شکرانه تنی سیعت دادی. مولای صاحب این فلانی از پدرم اینسول شده، زده دولینش، فلان مادرم شکور شده نمیبینه، بچه عروسم رفت، بچه شام در توی آوار کردن شو عروس مرد. مولای صاحب چی مصیبت ها را دیدم، چرا امروز در گردن من این روزایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، و در آیت همین در ربط همین آیت میگه که هیچ مصیبتی بر انسان نمیرسه مگر بجز رضای خدا. خدا که نخواه هیچ انسان در نمیاد این مصیبت. امروز برادر مریضه، امروز برادر در زندانه، امروز برادر بی فرزنده، امروز برادر بچه شهرش مرد، امروز او پدر مادری که سر فرزند رفت طفل از چهره او سیر نشید، مردکی که بچه‌هاش نه کلان کرده که گفت ای شیشرت میکنی، یک دفعه معلومه که اومد زنش گرفت رفت از روی رفت، یا مزنه که گفت نه وقتی بچه‌ام کلان شدن شو مرد، چیکار میکنیم؟ سر مصیبت بالای مصیبت میشه. و کسی میگه بدنم خاروش میبره، مریضم، تخته پشت 12 ساله خوب، این مصیبت‌ها یا چی اجر دارن؟ بیوه‌ای که چند کودک کلان میکنه، مردکی چه یا چی اجر دارن؟ ای رسول الله یا مصیبت زدن خدا چی به یورا به این روز آورد؟ میگه که خداوند تبارک و تعالی وقتی که مصیبت آورد مریضش کرد دکتر یا فلانی را، میگه کفاره تو سید و رفع درجات، گناهش به خاطر این مریضی میبخشه، درجهش بلند میکنه، به خدا نزدیک میشه. وقتی که از دنیا میره و به خاطر جنت رفتن، ملائکه اعتراض میکنن چرا اینو میبری؟ این چرا نماز نخوان، فلان سال روزه نگرفت؟ میگن ندیدی در اونجا 7 سال دولینش زد، فشار قلب شد، چمچیش چند روز در جاگه خواب بود، تا تمام اینوش نعمت همه خوردی و خواب بود، هوش در بود که کی میاد خبرش بگیره. من ظالم نیستم که او را در دنیا مریض کنم با بیارو میره در زخم. چی به این زنک میبرم؟ این زنک 6 کودک به پدر کلان کرده، این زنی یاش بود، نفس کشته که کودکا را گفت من چی باش کنم؟ این 6 کودک من در شوهای دیگه من چی کنم؟ زندگی که ای چهره شوهرش سر نکرده بود. یک شوهرش ما چی بیارم که زنش مرده، کودکا را خودش مویندر قطعی چقدر کلان کرد که کودکا را هم از زن چی داد. این مصیبت را اینا ما چی باز زندگی کنم که این خودش در زندان بود؟ چرا اینا مشکل بیارم که در سرش مشکلات بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روا حاکم میگه فی اصول الندیر روایت میکنه که انس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا وجحت الى عبد من عبید مصیبه فی بدنه او فی ولده او فی ماله فاستقبلها بصبر جمیل استحیت یوم القیامة ان انصب له ميزانا او انشر له دیوانا او کما قال. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت وقتی که بنده من مواجهت میشم، بر مصیبت گرفتار میشم، مریض میشه، زنده میشه یا دیگر به سرش میآید، بر بنده من مصیبت میاد فی بدنی در بدنش میآید، یا که فی ولده فرزندش میمره، یا فی ماله مالش دز میبره، خونش میسوزه، فاستقبلها بصبر جمیل. او میگه استقبال میگه خدا را شکر،
صبر میکنه. خیر خدا میگه خودت میاری، مریضی هم از جانب تو، شفاش هم از جانب تو، مصیبت هم ایت، خیر هم ایت. بعدی هم اگر انسانی مسلمان همین ایمان داشته باشه جنتیه که هر چی را از الله بینه. میگه مرد خدا میبینه، نامرد بنده. فقط از الله ببینه. میگه هر چی را میاری تو میاری بسری من. میگه صبر کنه. بعد دوام حدیث چی میگه؟ استحیت یوم القیامه، من شرم میکنم روز قیامت ان انسب له میزانا، که برای او ترازو منو را حساب کتاب کنم. در او دنیا شوهرش گرفتم، زنش گرفتم، مریضش کردم، مصیبت ها ایجا میزون کشم با او را بیارم اینجا میرد مشکلات مصیبت ها بیارم. این بنده ما دیگه و انشر له دیوانن نامه عمل شاخوی نمیکنم. میگه مستقیم میگم میرد مینویسم که جنت ببرینش. ملائکه اعتراض میکنن چرا این را میبری؟ چرا این دکتر را میبری؟ میگه تو ندیدی چی مریضی کشیده بود؟ تو تمام اینوش نعمت همه خوردی بودن، ممکن نبود. دکتر گفته بود که بغرض همین آبی بلیون دیگه چی نخوره. مریضی قند داشت، تو ندیدی که او یگان چی بود؟ همه چی پرهیز بود. او را گفت هیچی، فقط این همین خیلی میخواید بگردی. او زنده بگور بود. تو میرفتی تمام اینوش نعمت همه خوردی، تو تمام این چیزا میکردی. نکی بندر تو 6 بچه داشتی، یک بچه نوسه این در ناخونی فرزند زور بود. بچه اکر را کلان کرد، بچه اپر را کلان کرد، بچه بگونا را کلان کرد. بگه با سگ خونی دل دادم که خون خور نگردد، ندانستم که این سگ خون خورد خون خور گرد. اون روز یک کس نقل میکنه که اینمی گوشام نزدیک خموی میگه گرفتم کلان کردم، گفتم به فرزند کلان کردم، غمم سوخت. حوزی میگه روزای در سر میاره، هم خدمت میزنه هم شما میزنه. میگه برای ماده پول بیاری. این راست مولای صاحب میگه که یتیم بگی گرفتیم، یتیم کلام کردیم، چی روزا رو در سر خدا آدم به اقبال نکنه. نخورده ما همین را پشانده. میگه دو بار زنش دادم میزنه سر میکنه. اولی نمیدونه که ما پدر و مادرش نیستیم. اگر بدونه که ما پدر و مادرش نیستیم چی روزا رو به سرمون بیاره. شکرانه این فرزند داره کنی، شکرانه خونه و در شکرانه تینجی، شکرانه کنی که پروردگار این نعمت ها را بر ما عطا کرده. این شوخی نه که همه را میپرسه. فردا روز قیامت همه را این الینا یادم ثم این علینا حسابهم، یعنی در مورد ربط یعنی میگه بازگشت ما با سیمای حسابی که شما با چیه بر منه.